که در ما روزای خیلی وزنین، در ما روزای خیلی سنگین، جوانان بدخشان با سخنان مولانا آذرمان گوش دادند و یراق خود را به زمین گذاشتند. این نه ترس بود، این نه فشار بود، این حق آنها بود، این صداقت آنها نسبت به من دیار، به خلق خود، به مملکت خود و به مولای زمان بود. یکی از لیدران گروه و من گفتم که گفت یادگار من با آسانتر زن خود را تیم نسبت به آنه که من یراق خود را تیم. ولی گفت امروز چون سخن از مولانا آذرمان شد، افسوس من در مقابل او هیچ هستم و همین یراق را به زمین میگذارم. این سخنان را من تکرار به تکرار به درگاه مولانا آذرمان نوشتم که تا چه اندازه امروز نسبت به سخنان مولای زمان مردم در لحظه های دشوارترین، در لحظه هایی که غرور است، در لحظه هایی که میخواهند که جان خود را نثار کنند، لیکن از سخن مولا دور نشدند. این یک قهرمانی بود که از روز 24 تا دین افسوس در بدخشان دیگر صدای تیر نبود و یگان خونریزی هم نشد. حاضر میگن که ما یراق خود را به یادگار سپردیم. من خیلی سربلند میشتم اگر یراق را به من میسپردن، لیکن نو یراق را با فرمان مولانا آذرمان به او سپردن، نه به خلیفه، نه به من، نه به کسی دیگر. و هر کسی که همین خدمت کرد او برای خلق خود کرد، برای مذهب خود کرد، برای ملت خود کرد. رحمت به ما نفران لیدرانی که این راه ها را تازه کردند، حیات آسایشته را باید در شهر برقرار کردند و امروز در تلاش آبادی همین دیار هستند. از روز 24 ما دیگر یک ساعت بیکار نایستادیم. با گروه های 20 نفره، با گروه مصلحت، با گروه مخصوص، با هر یک نفر، هم از دو طرف حکومت دار، هم از بچه های خودمان، هم با حکومت محلی کار بودیم که چخیل ما همین کار را به تنجی انجام دهیم. شما ممکن از همه چیزا در جریان هستید که بعضی برادران هم جوانمردانه آمدند و گفتند انا اگر عیب در ما باشد ما همینجا هستیم. انا دادر ما گیرید در بلنیسه، انا نفر ما گیرید در دولتدین و انا خودم از همین روز من در حضور مفتش شهیدی میکنم. فقط من به خاطر تنجی همین مردم، تنجی همین دیار که اینجا دیگر خون ناحق ریخته نشود. این بسیار هم یک پروسس مرکب بود، این بسیار هم یک پروسس مشکل بود که هر یک گروه، هم در زواد نان، هم در اوپده، هم در پارخورو، هم در پوشنه، هم در گولکین که با هر یک گروه بشینیم و بفهم که برای چی ما همین کار را تدریس داریم. مولانا آذرمان سوال کردن که این جنگ یک روز ممکن رود، این ممکن یک ماه رود، این ممکن یک سال میرود، ولی این عاقبت ندارد. ما مجبوریم که به صلح بیاییم، ما مجبوریم که گذشت کنیم، ما مجبوریم که برای دیار خود جان خود را اگر ضرور باشد فدا کنیم، لیکن اینجا حیات آسایشته باشد. از پیش کارهای بزرگم در پیش حیات است و گفت این جنگ ما را یگانجا نمیبرد به جز این روزی که ما در افغانستان میبینیم. بنابراین اون نفرانی که در ما روزها از همین غرور جوانی خود فرو آمدند و او یراق را به زمین گذاشتند و گفتن که جان خود را در خطر گذاشتیم، ولی به خاطر مولای خود، این یک شرف بزرگ است و من خیلی شکر میگم که هنوز ما چنین ایمان داریم. این آتش بسی که از طرف رابرت دولت اعلان کرده شد با ما در این 16 روز امکان داد که زیاد کارا کنیم. واقعی که دین رخ داد این یک بدبختی بود، یک خیلی مصیبت کلام بود که نفران جان خود را از دست دادند. امروز با رئیس ولایت با بچه ها پیشترم صحبت کردیم که این پاوا باید از این روز می برآمدن. شما شاهد اول بودید، دین چند نفر برآمد و حاضر از رابطه یک گروهی ما رفت پیش اون نفران که صحبت کنند که پاوا از بدخشان می برند و امروز راضی شدن که بیایید یک نفر یا ما نفر 20 نفره باشد یا کدام گروه باشد با هم بشینیم و مصلحت کنیم کدام روز از کدام منطقه این پاوا می برند.
باوردن 2-3 هزار آدم از بدخشان این کار ساده نیست. شما هم نظر اقتصادی و هم نقطه سیاسی این رو میدونید چه است. اینا کلکتی عقلکتی یک کاری کنیم که همین 3000 آدم از بدخشان تنج براد و اینجا دیگر گپ نشود. بنابراین من از نام اداره مولانا آزمون از شما خوش میگم که شما امکانیت دید که چند روز دیگر ما کار کنیم که همین کار با سامان رسانده شود. همون گروهی که است و هم میتونن با رابطه که وزیران که جستن با هم صحبت کنن و همین پروسس صلح پتنجی با آخر رسانن. دیگر این میتینگ و دیگر این چیزا با تاثیر نمیکنن. اینجا فقط یک گفتگوشنی در این مسئله فقط موافق نیستیم. چقدر تشکیلات و چقدر شخصیت در بالا در این کار شامل هستند. این روز هر کس منتظر آن است که بدخشان با ما حیات ماجرای تنج خود برد. بنابراین التماس میکنم که بیاید در چند روز دیگر امکانات دهیم که همین کار به تنجی خاتمه داده شود. رحمت و ختم.